را تا آخر ببینند. این جوان به سرطان مبتلا شده، بعد انشاءالله در موردش صحبت میکنیم. پادشاه زیبایی اردن. این جوان در اردن به این نام معروف بود و خود پادشاه زیبایی می نامید، برش افتخار میکرد. غرق در شهرت بود، غرق در زیبایی خود بود، غرق در دنیا بود، اما الله سبحانه و تعالی ارادهش چیز دیگه بود. حالش را از کجا به کجا رساند شما خودتون در ویدیو دیدید. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان، چه چیزی تو را در برابر پروردگارت کریمت مغرور ساخته؟ زیبایی، پول، دنیا، شهرت، مقام، قوت، جوانی، چیزها که از تو نیست. در یک لحظه، در یک ثانیه اگر الله بخواهد ازت پس میگیرد. همون که مصدرش الله هست، الله برات داده، پس میتونه در یک لحظه از پیشتش بگیرد. پس این چیزها، زیباییت اگر هست، اگر جوانیت هست، اگر قوتت هست، اگر مقبولی هست، اگر پول و پیسه و شهرت هست، نباید مانع رسیدنت به الله شود، نباید مانع عبادت کردنت به الله سبحانه و تعالی شود، نباید مانع بندگیت به الله سبحانه و تعالی شود. ببینید این جوان از اردن هست و ما داخل صفحه ازی شدم، تمام ویدیوهای ازی دیدم قبل از سرطان و بعد از سرطان. قبل از سرطان خیلی ملتزم به دین نبود، خیلی پابند به دین نبود، خیلی متوجه رابطه خود با الله سبحانه و تعالی نبود. اما زمانی که یه آدم به مریضی سرطان گرفتار میشد 180 درجه تغییر میکند. حال آنقدر از الله راضی هست، در همین حالتی که قرار داره آنقدر شاکر هست، آنقدر مورال قوی دارد که انسان تعجب میکند به ایمانش. زمانی که ما ویدیوهای جوان دیدم، خداوند برش شفا بدهد و دعا میکنیم الله من و شما رد و فامیل های ما رد از چنین امراض دور داشته باشد. حدیث از پیامبر خدا یادم آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید ان الرجل لیکون له عند الله المنزله فما یبلغها بعمل فما یزال الله یبتلیه بما یکره حتی یبلغه ایاه. گاهی اوقات میگه نزد الله سبحانه و تعالی بر یک بنده یک مقام مخصوص می باشد، یعنی الله یک مقام را مد نظر گرفته تا بنده به او برسد، اما این بنده به وسیله اعمال خود نمیتواند به اونجا برسد. لذا الله سبحانه و تعالی ای را دچار مصیبت یا فتنه میسازد، ای را مورد آزمایش در یک فتنه قرار میدهد که از او بد میبرده، تا به وسیله نمی آزمایش الله ای را به اون مقامی که میخواهد برساند. یک وقتی حدیث میخواندم والله درست به مفهوم واقعی این حدیث پی نمی بردم. بعد از اینکه جوان را دیدم واقعا متوجه شدم که الله سبحانه و تعالی اگر این را به این مرض مبتلا نمی کرد شاید هرگز به این مقامی که امروز در او قرار دارد نمی رسید. به این نزدیکی که امروز با الله قرار دارد هرگز نمی رسید. به این صبر و استقامتی که امروز در او قرار دارد شاید هرگز نمی رسید. اگر سرطان نمی شدی غرق در شهرت بود، غرق در زیبایی خود بود، غرق در دنیا پرستی بود، غرق در شهوات دنیا بود. اما الله سبحانه و تعالی به وسیله نمی یک مرض خورد، به وسیله یک درد کوچک دنیوی، به وسیله یک مصیبت کوتاه و زودگذر دنیوی، الله سبحانه و تعالی گاهی براتان مقام های بلند را مد نظر گرفته. لذا مصیبت هایی که در زندگیتان میاد، مشکلاتی که در زندگیتان میاد، هر چیز باشد، اگر مرض هست یا کدام آزمایش دیگه پروردگار باشد، هرگز متزلزل نشند. مشکلات، مصیبت ها مؤمن و مسلمان را به الله نزدیکتر بسازد، نه اینکه او را دور بسازد. انسان هایی که منحرف باشد، انسان هایی که قلب سلیم نداشته باشد، انسان هایی که اعتقاد درست به الله نداشته باشد، مشکلات و مصیبت ها اونا را از الله دور میسازد. لذا اونا هم خسر دنیا و آخرت میشه، هم دنیا را دست میتند و هم آخرت را. سلامت باشند.